اینجا شیرین عسل ایران است، مهد تولید و کارآفرینی و ایستاده بر بلندای اقتدار و اقتصاد کشور عزیزمان ایران. گروه صنایع غذایی شیرین عسل از سال 1371 شمسی در استان آذربایجان شرقی شهرک صنعتی شهید سلیمی آذرشهر پای در عرصه صنایع نهاد و با تکیه بر دانش بومی و به پشتوانه درایت، تدبیر و خلاقیت در مدیریت مجموعه ضمن شکوفایی و کسب موفقیت‌های بی‌نظیر در تولیدات شیرینی و شکلات توسعه پایداری را رقم زد. دریچه دنیای شیرین و پرحلاوت شیرین عسل با تولید یک بسته کوچک بیسکویت شکلاتی به روی مصرف کنندگان گشوده شد و همکنون به عنوان یکی از 10 شرکت برتر جهان در زمینه تولید مواد غذایی و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد تندرستی در بسیاری از کشورهای جهان دارای اعتبار و شهرت خاصی است. شبکه تأمین و کشت مستقیم دانه‌های کاکائو در ساحل عاج و غرب آفریقا و بهره‌گیری از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه لازم برای تولید محصولات شیرین عسل در احیای سلامت جامعه و کمک به رشد کیفیت زندگی از ارزش‌های اساسی شیرین عسل به شمار می‌رود. گروه صنایع غذایی شیرین عسل تولید کننده بیسکویت، کیک، ویفر، انواع شکلات، سریال بار، فروتی بار، نانی، والس، تافی، کرم کاکائو و شکلات صبحانه، آب نبات، آدامس، پاستیل، شیر، لبنیات، انواع بستنی، انواع آب میوه و نوشابه‌های گازدار، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و تخم مرغ با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بر مبنای ایزو 22000 و ایزو HACCP با استفاده از مجهزترین آزمایشگاه آکرودیته و کارشناسان و مهندسین کارآزموده و با انجام آزمایشات تخصصی و کنترل کیفیت و ایمنی در بالاترین سطح استانداردهای جهانی جهت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه تنوع تولیدات خود جهت تکمیل سبد غذایی خانوار محصولات تولیدی خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد. این مجموعه با تأسیس شرکت کشت و صنعت آذربایجان خاوری و ایجاد شهرک صنعتی کارآفرینان دستاوردهای شگرفی را برای صنایع غذایی به ارمغان آورد تا نام شیرین عسل عنوانی ماندگار در قاموس اقتصاد این سرزمین و چهره شناخته شده در اقصا نقاط ایران و جهان باشد. شرکت کشت و صنعت آذربایجان خاوری نخستین گام در زنجیره بزرگ تحول و توسعه شیرین عسل بود که در سال 1383 شمسی در شبستر تأسیس یافت و بر همین اساس شهرک صنعتی کارآفرینان، مجتمع دامپروری، پرورش مرغ تخمگذار و کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی در زمینی به مساحت 2013 هکتار و با کارآفرینی برای 2500 نفر بنیان نهاده شد. طرح احداث زنجیره تولید گوشت مرغ با ظرفیت 6 میلیون قطعه در یک دوره 45 روزه، تولید مرغ مادر، جوجه کشی، کشتارگاه و صنایع بسته‌بندی و فراوری گوشت از مزیت‌های این مجتمع بزرگ صنعتی است. طرح توسعه گاوداری به 50,000 رأس، ایجاد بزرگترین و مدرنترین مجموعه پرورش گوسفند در ایران با ظرفیت 1 میلیون رأس
و طرح توسعه مرغداری تخمگذار با تولید 2 میلیون قطعه از ظرفیت‌های مهم این مجتمع به شمار می‌رود. همچنین بزرگترین واحد تولید فیلم‌های پلیمری و ورق‌های پروپیلن ظروف بسته‌بندی شمال غرب کشور جهت تولید ظروف مواد غذایی و بهداشتی با استانداردهای جهانی به نام شرکت آسیاپک آذر از شرکت‌های زیر مجموعه شیرین عسل است که در این مجتمع احداث گردیده است. از دیگر طرح‌های توسعه مجتمع کشت و صنعت شیرین عسل شبستر، احداث کارخانه گلوکوز و فروکتوز با ظرفیت 200,000 تن و کارخانه‌های تصفیه و روغنکشی با ظرفیت 1,400,000 تن و کارخانه تولید خودرو سواری و کامیونت با بیش از 220,000 دستگاه می باشد. شیرین عسل به همت مدیریت خلاق و کارکنان پرتلاش خود طی سالیان متمادی به عنوان صادرکننده نمونه و ممتاز کشور شناخته شده و بیش از 75 کشور جهان در فهرست محصولات صادراتی این شرکت قرار دارد. ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای همسایه آریا جهت عرضه مستقیم محصولات تولیدی برای بهره‌مندی و تأمین مایحتاج هموطنان با بیش از 2000 نوع محصول از دیگر طرح‌های مهم شیرین عسل است که توانسته سبد کاملی از محصولات تولیدی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. طراحی، سیلندرسازی و چاپ کلیه نیازهای بسته‌بندی صنایع غذایی شیرین عسل در شرکت گسترش صنایع و چاپ آذرسان انجام می‌پذیرد که به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های چاپ روتوگراور در کشور محسوب می‌شود. از دیگر شرکت‌های اقماری شیرین عسل، شرکت کارتونسازی انصار و پوشش کارتون آسیاست که در زمینه طراحی و ساخت کلیشه، تولید کاغذ و ورق کارتون، مقوای کنگره‌ای و تولید انواع جعبه با بهره‌مندی از بالاترین تکنولوژی روز دنیا در چاپ‌های 2، 4 و 6 رنگ و ملزومات بسته‌بندی فعالیت می‌نماید. در راستای تربیت نیروهای متخصص و کارآمد و ارتقای سطح علمی پرسنل و مدیران مجموعه در سال 1386 مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل تأسیس شد و با توسعه آن در سال 1399 در مجموعه جدید در جهت ارتقای علمی و کیفی دانشگاه حرکت کرده ایم و همکنون از نظر رتبه‌بندی کشوری دومین دانشگاه علمی کاربردی در منطقه شمال غرب محسوب می شود و تاکنون بیش از 2000 دانشجو در رشته‌های مختلف صنایع غذایی، حسابداری، مدیریت کسب و کار و سایر رشته‌ها در این دانشگاه به تعلیم و تربیت پرداختند. توزیع یکی از ارکان اساسی تاکتیک‌های بازاریابی است که شیرین عسل با در اختیار داشتن شرکت پخش سراسری ایران که یکی از مهمترین بخش‌های زیر مجموعه هلدینگ شیرین عسل است، توانسته با ایجاد 35 شعبه در نقاط مختلف کشور کالاهای تولیدی خود را در کمترین زمان ممکن به دست مصرف کنندگانش برساند و این امکان مزیت رقابتی مهمی برای یک بنگاه اقتصادی محسوب می شود. اشتغالزایی برای 20,000 نفر به طور مستقیم، تولید ثروت و تأمین نیازهای غذایی کشور نتیجه تلاش شبانه روزی بنیانگذار هلدینگ شیرین عسل جناب آقای دکتر یونس ژائله سعدآباد، مبتکر و نخبه اقتصادی جهان اسلام و دیگر مدیران خستگی ناپذیر گروه صنایع غذایی شیرین عسل است و به زعم یونس ژائله زیباترین لحظه حیات ایشان ایجاد اشتغال برای 100,000 جوان ایرانی است.